این ماست و خیار دورنگ و مجلسی رو از یه دوست یزدی یاد گرفتم که هم خوشمزه است هم بی نهایت باعث قشنگی سفره میشه. برای این کار پوست خیار رو که گرفتین دورش نریزید، کنار بذارید. خیارها رو رنده کنید و بذارید آبش کشیده بشه. به ماست اضافه کنید و نعنا، شوید خشک، پونه کوهی، چاشنی ماست و خیار و نمک رو هم بریزید و خوب مخلوطشون کنید. پوستای خیاری که کنار گذاشتین با مقداری از ماست با بلندر خوب میکس کنین که رنگ سبز خوش رنگی بهتون بده. بعدش با کاردک یا هر وسیله مشابهی که دارین روی ماست بریزین و با قاشق صاف کنید. برای گلش خیار رو با پوسکن برش بزنید. ابتداش رو به صورت ساده رول کنید و بعد مطابق تصویر دور رول بپیچونید و با خلال دندون فیکس کنید و به همراه گل محمدی به صورت یک در میون روی ماست قرار بدین. طرف دیگه رو هم با برش‌های ساده خیار تزیین کنید. حالا شما بگین نظرتون در مورد این آموزش چیه؟ اگه دوست داری تزیین ماست بیشتری آموزش بدن، سالاد شیک رو دنبال کن و کلمه تزیین ماست رو برام کامنت کن که بدونم.